چطورین بچه‌ها؟ خوش اومدیم به ویدیو جدید. امروز قراره با برنامه کپکات پس زمینه خودمون رو از ویدیوهامون حذف کنیم. پس یک دو سه بریم سراغش. خب قبل از اینکه شروع کنیم حتما نسخه ویتنام کپکات رو نصب کنیم یا اندونزی، چون نسخه مارکت کپکات رو نصب کنیم باراتون بالا نمیاره و یا حتی از فروشگاه هم نصب کنیم ممکنه واسهتون بالا نیاره، چون که این نسخه ها برای ایران دسترسی ندارم و ممکنه نصف گزینه‌هاشون حتی شما فیلتر شکن روشن کنیم بازم میگه نو اینترنت، ولی نسخه ویتنام میگیره ولی با فیلتر شکن میگیره، حداقل بهتر از قبلی هست که اصلا نمیگیره. خب بریم کپکاتی که نصب کردین واردش میشیم. خب نیو پروژکت رو میزنیم، ویدیو مورد نظرتون هم انتخاب میکنیم، مثلا ویدیو مورد نظرتون 7 ثانیه است. خب موقعی که انتخاب کردین میرین، خب اول روی فیلمون میزنیم و دنبال گزینه ریموو بکگراند میگردیم که اینه و آدو ریموو رو میزنیم، ریمووال. وقتی که زدیم این گزینه رو میزنیم که حالا خب اگه اینو نیاز نداشتین هم نمیخواد، میاد میگه که مثلا بخواد طرح بدین، مثلا طرح آبی بدین که مثلا بخواین صحبت کنین، ولی اگه میخوان طبیعی تر در بیاد هیچ طرحی دور کل بدنتون ندین، همینجوری بذارین باشه. و موقعی که زدیم چیکو میزنیم، حالا قراره پس زمینمون رو انتخاب کنیم که مثلا کجا بذاریم، مثلا تو نیویورک باشیم کجا باشیم. خب برای اینکه پس زمینمون انتخاب کنیم گزینه اینو میزنیم و ایمیج رو میزنیم. حالا از گالری خود یه دونه مثلا ویدیو یا میتونیم عکس هم باشه انتخاب کنیم تا موقعی که فیلمتون رو میذاریم طبیعی تر در بیاد، عکس طبیعی تر در میاد تا یک ویدیو. خب من ویدیو خودم انتخاب کردم در روم، ببین چقدر طبیعی در نظر میاد. فقط یه چیز دیگه، موقعی که خواستیم فیلمو بگیریم خیلی دوربین تکون ندین و یا پشتتون چیزی نباشه که اون بیفته، یا مثلا اگه تابلوی چیزی پشتتون بود میفته. خب بریم ببینیم الان چجوری شد. خب ببینید که فعلا طبیعی در اومده و یک کم حالا خوردگی داره که اون طبیعیه، چیز خاصی نیست. کلا موقعی که با کپکات کار میکنی اینجوری میشه، ولی بازم طبیعی در نظر میاد و برای خیلی دیگه طبیعی در اومدن یا نباید تکون بکنی یا باید از پرده سبز استفاده کنی که این آسون ترین راه بدون پرده سبزه. خب بچه ها امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. همه کانال یوتیوب ما رو دنبال کنید، اینستاگرام ما هم دنبال کنید که لینکش رو اون پایین میذارم و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، خدافظ.